سلام بیننده ارجمند. امروز سه‌شنبه 18 دکبر است و ساعت به وقت پراگ رسید 10 تا پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت من عبدالاشرف شما را با سرخطی برنامه امروز آشنا میکنم. سعدی خالمرادوف و یا سعدی کماندیر کجاست؟ چرا او 4 روز باز ناپدید شد و کی بار آخر او را دیده است؟ کجا بودنی سعدی کماندیر را خوش و تبار نمیدانند، ولی کمیته حالتهای فوق‌العاده شهر نارک جسد او را در رود وخش جستجو دارد. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه دنغره نیز به جستجوی این قماندان یک زمان معروف در تاجیکستان پرداختند. اما پیوندان درباره او چی میگویند؟ انتظار باشد تا کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیمی برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان خواهم گفت. نرخ بلیط هواپیما باز هم گران شد. ارزش چیفته های هواپیما از تاجیکستان به روسیه خصوصا به سمت مسکو یک باره گران شدند. چیفته های هواپیما در تاجیکستان نسبت به یک سال قبلی 23% گرانتر شده است و حالا کارافتادگان از 1700 سوم ارزانتر به سمت مسکو چیفته خریداری کردن نمیتوانند، در حالی که خریداران اصلی این چیفته ها مهاجران کاری تاجیک قشری از همه آسیب پذیری جامعه هستند. چرا نرخ چیفته ها دوباره گران شد؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی گزارش خواهیم داشت در این باره و برای این سوال پاسخ مفصل خواهد گرفت. کندن دندان تنها با اجازتنامه مخصوصی وزارت تندرستی. با شدیدتر شدن نظارت بسیاری از دندان پزشکی ها مجوز کندن دندان ندارند. حالا تنها چند دندان پزشکی ها حق کندن دندان را دارند که چنین مجوز را در اختیار دارند. در پی سختگیری های وزارت تندرستی تاجیکستان ساکنان سرسانند، چون که در پایتخت تنها در چند از دندان پزشکی ها می شود از دندانی دردناک خود خلاص شد. کی دندان پزشکی ها مجوزی دندان کنی می گیرند و سرسانی دندان دردان تا کی ادامه می کند؟ برنامه اخبار آزادی را تماشا کنید، در این باره گزارش خواهم داد. نمیخواهم کودکم با فرزندی مهاجران تحصیل کند. برخی از ساکنان شهر مسکو فرزندان خود را از مکتب‌هایی که در آنجا فرزندان مهاجران تحصیل می‌کنند می‌گیرند و به دیگر مکتب می‌گذرانند. ساکنان مسکو به این نظرند که فرزندان مهاجران زبان روسی را نمی‌دانند و در نتیجه کودکان آنها نیز بی‌سواد می‌مانند. این ادعای ساکنان مسکو درست است و یا ریشه مشکل در بیگانه‌ستیزی مسکوی ها است. ما را در برنامه اخبار آزادی همراهی کنید، در این باره گزارش داریم. هوا گرم آمد و حاصل لیمو فراوان شد. در برنامه امروز گزارش زیبایی نیز داریم از گرمخانه های لیمو پروران ناحیه جیهون قمسنگیری سابق. باغ پروران از حاصل خوب خوشحالند و نیتی وسیع کردن باغ لیمو را در سر می پرورند. می خواهید درختی پر از حاصل لیمو را با چشم خود ببینید؟ پس تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک ادنکلاسنیکی دسترس است.